بعد ببینم الان شما دوتایی کی به سود رسیدین؟ تا به اکسل بخوام بگم 1 سال و 2-3 ماه پیش بازه 6 ماه هم تمام شد. رسیدم به اون تایمی که سودده شدم. مینیمم 5% رو دارم. آدم حساب میخوره تو ماها، یعنی جردانش هم میخوره داخل ما. ولی مهم اینه که توی بازه زمانی 6 ماهه 9 ماهه آره خیلی زیاده. یک ساله بتونه که مثلا ماهاشو 5% پر کنه. حالا 2-3 ماه هم اتفاق میفته، کاملا طبیعیه. منم که 1 سال و نیم اینطوره آموزش طول کشید، ولی بخوام بگم که لاگ داشته باشم 2 سال 2 سال و نیم. یه سری میانبرا داره که خب خیلی رعایت نمیکنن به خاطر احساسات یا موردهای دیگه، چون اینجوریان که زودتر پولدار شیم و اون زودتر پولدار شدن باعث میشه که همون پولی هم که دارن از دستشون بره. اینجوریان که $100 رو یه شبه بکنیم $1000 و به خودشون میان میبینن که $100 هم دیگه اصلا وجود نداره. به اضافه این که اکسل خیلی مهمه، یعنی از روزی که شما در اکسل داری می‌نویسی میشه تریدر. اگه ننویسی اصلا هیچ اعتباری نداری. اینجا یه صرافی میری تریدتو باز می‌کنی دیگه، برای خودت حتی نمی‌تونی ارزش قائلش این کارو انجام بدی. ولی اگه این کارو نمی‌کنید ترید نمی‌کنید. زمانی که دارید می‌ذارید الکیه، اصلا به هیچ دردتون قرار نیست بخوره. اینو برای این میگم که خودم انجام دادم. اکسل بعد این مدت تعداد پوزیشناش زیاد میشه، مثلا میشه 200 تا پوزیشن. تو یهو می‌بینی 200 تا پوزیشن باز کردی تو طول یه سال مثلا و سوده بوده. اعتماد به نفست خیلی میره بالاتر واسه پوزیشن‌های بعدی. هر چقدر تعدادش بیشتر باشه اعتماد به نفست بیشتر میشه. اینم یه نکته